سلام بچه، حالتون چطوره؟ بچه این داداشمون ایوکس یه کاستومی گذاشت که قرار بود اولش یه مچ فری فورال بریم که خلاصه ای ازش رو دیدید و برنده من شدم و نفر دوم خود ایوکس شد و رفتیم دوئل و قرار بود نفر اول و دوم مچ فری فورال با هم دوئل بزنن و بچه خلاصه خیلی پسر خوبی بود و یه دوئلی زدیم و برندم حالا من بودم و اکانتم بهم تحویل دادن و واقعا بچه برید سابش کنید. خیلی هم بازیش اوکی بود، هم خودش پسر خوبی بود. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشد. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.